اومدیم دالخانی یا جنت رودبار رامسر توی مهیم ولاگ رانندگی داریم و گردش تو جای مختلف. تا آخر ولاگ با ما همراه باشید. جاتونم خالی. دالخانی یا دالیخانی لایکی نگاه کنی نگه ایشه های مورش یا توزار رو بیست تومن لیلا چه تومن اون چیزه خوشون که داری نیست اینو بالا نمیشه بوداشت مهم بگیرم شیشه خود پایین هوا بهتر شد سالان سال تیگه به رهنا شونشینی نقل شب رهنا چندی تی سرسختی دموی رهنا تی مدبوری زورزوری. سلام دوستای عزیزم، صبح زیبای تابستونیتون بخیر باشه. مرتضی هستم. امروز قراره یه ولاگی داشته باشیم به دالخانی یا جنت رودبار رامسر. امروز 21 شهریور ماه، ساعتم 11:45 دقیقه، جمعه. این شلوغی هم که میبینی همه میخوام برن طرف جنت رودبار. یه خود راه گرفتن سخته ولی ما صبر می‌کنیم. اینجا جاده حریص یا همون جاده دالخانی بین رامسر و شهرسوار. همه میگن جواده رامسر قشنگه تا وقتی که دالخانی رو ندیده باشن. دالخانی یا دالیخانی هر دوتاش درست، ولی دالخانی درست ترشه. امروز دیگه تعطیلات آخر تابستونه، به خاطر همین شلوغه. میبینین جاده رو هم عجله دارن، نمیدونم چه خبره. قبلا یه ولاگ براتون گرفتم از اونجا که من عادت دارم، حالا خوشبختانه یا متاسفانه، یه ولاگو کامل بگیرم براتون از سر خیابون میگیرم تا بالا. ببینیم چه خبره. چون جاده شلوغه یه خورده احتمال زیاد ولاگ طولانی بشه. اینجا رو تقریبا همه شهرسواری و رامسر یه خاطره دارن به نام خاشوگیر یا گالوگیر. استخون چیزی میخورن بچه ها مخصوصا. اینجا یه سری خانم هستن دعا میخونن، چیکار میکنن اون در میارن. این جاده به اون جاده معروفه دیگه. جای دیدنی رامسر، جواده و بخش داخل شهر و تلکابینش و اینا و قلعه مارکو و اینا بگذریم میرسیم به دالخانی. اینجا قشنگترین ییلاق غرب مازندران به نظرم. من خودم به نظر 2000-3000 هم یه درجه قشنگتر. حالا میریم با هم میبینیم اگه ندیدید. این جواده انتها داره، تا ولاگشو براتون گذاشتم تو پلیلیست شهر رامسر هست. احتمال زیاد این لینکش هم براتون این زیر براتون میذارم، میتونید نگاه کنین. جواده انتها داره، اینجا میرسه دیگه بنبسته، ولی این انتها نداره. بخش جنت رودبار رو اینا میگذریم میره به بالا اشکور مازندران میشه. بالا اشکور بعد از اون میچرخه میاد پایین اشکور گیلان. اشکور دو بخشه، یه بخشش مازندرانه یه بخشش هم گیلان. بالا اشکور تو مازندرانه، پایین اشکور تو گیلان. واسه همین زیبایی‌هاش هم بیشتره دیگه، چون جاده انتها نداره. هرچی بالاتر میری بهتر و زیباتره.
ماشین عزیزان بالا نرفته جوش آورد. اینجا محله فوتبالیست خلطبری، اسم کوچیکش رو نمیدونم، تو زبان یا سپاهان بازی میکرد. و محل سرهنگ خلطبری، سرتیپ یا سرهنگ، سرتیپ، خلبان جنگنده. ماکتش اول ورودی رامسرمیری ماکت هواپیما رو گذاشته. 72 سین هم مال رامسره که دوستان لطف میکنن راهنما میزنن، بزرگواری میکنن، منت سر ما میذارن. امروز واقعا شلوغه. هوام یک کم گرم ولی بالا خنک 100%. دالخانی جنت رودبار، این برم میره نیاسته و شستا نوشته البته انگلیسیش. روزهای تعطیل بود خیلی مراقب بود، این همه راهنما میزنن رعایت میکنن. حق تقدم اینجا میداد میکنه. حدوداً 20 دقیقه باید طول بکشه تا جاده جنگلی شروع شه. جادهش هم آخرین باری که من رفتم وضع خوبی نداشت. جاده ییلاقی معمولاً زیاد بهشون نمیرسن، نمیدونم چه حکمتیه، یکی از یکی بدتر. آشنایی داریم، حالا نمیخوام اسمشو بگم، رانندگی تازه ماشین خریده بود، پیکان هم داره، بعد داشت رانندگی میکرد با ضبط برمیرم. اون ضبطش کاست خور بود فکر کنم، داشت با ضبط اینا برمیرفت، آهنگ عوض میکرد، یهو سوار بولوار شد. حالا بولوار شد بلند نبود، همینجور رفت وسط بولوار. بعد اومده بود خودم میگفتیم چی شد؟ گفت چی داشتم با ضبط میرم، یادم رفت رانندگی میکنم. داشتم با این دکمه بلوم این بر میرفتم، یادم بنده خدا مریه داشت، من یادم رفت داشتم رانندگی میکردم. یه صدای ماشین جلویی میده، اگزوستش سینی زیرشه. یه جوکی بود چند روز پیش خوندم، این ماشین هم صدا میده، انشالله که از مورای کمر هم. جان مادر از این بومی ها خودشون راهنما نمیزنن، شما می مسافر حداقل بزن که گرفتار نشین. این راهنما 5 سانت لام است.
این روز 680 نفر مردن، 89 نفر مرده بودن از تو شهریور. برای رو چند سو میشه؟ امروز 21 تا 19 آمار 19 680 نفر 89 نفر 89 نفر مردن. خاطر چی؟ تصادفات. جام که همه ماشاءالله ویلا سازی شده بالا، اما رودی پینتاس بود کردم بالا. شمال نگو ویلا بگو. یه شماره پلاکایی ما این 2 روز چند روز دیدیم فکر نمی‌کردیم وجود داشته باشه. ماشاءالله از همه جا اومدن. می‌بینی همه راهنما میزنن، اصلا من نمی‌دونم همه جاییه فکر کنم. حرکی ما لایجانیات گیر میدیم. یکم دیگه همونجا بیا وسط. اینجا دیگه تقریبا جاده کوهستانی شروع میشه. لطر، منطقه توریستی لطر. بریم چه خبره. به منطقه زیبای دالخانی خوش آمدید. صدای ما رو از یوتیوب میشنوید. بنزین داریم هم داریم. حواس کن بنزین. میریم یه رانندگی میکنیم تو جاده تا یه جایی میریم تا تهش که نمیشه رفت. موقع برگشتم براتون از جای دیدنیش مناظر فیلم میگیرم، براتون جدا جدا میذارم حالش رو ببینم. من بعد شیفت 24 ساعت بیمارستان دارم براتون فیلم میگیرم. این 92 دال چند سواری دیگه. اینجوری حجم داره میان پایین، احتمال بالا هوا خوب نیست. بریم چه خبر. ما یه بار یکی از دوستان دبیرستان ما، محلش پلمجان، اینجا پلمجان خونه دارن. بعد این منتظر جواب کنکور بودیم، تقریبا شهریور ما بودیم، مرداد ما بود. به نظرم اوایل شهریور بود. رتبه میخواست بیاد، یه اینقدر استرس و چی گرفت، 7-8 نفری اومدیم خونه اینا. بعد یه روز اول مامانش بود بنده خدا خیلی به ما زحمت میکشید، اسمش هم نمیگم، خاطرات جالبی نیست. بعد مامانش بود، ما صبح بلند میشیم لابشک رو جمع بکن، مامانش میگه غذا بخوریم. نه ما میل نداریم. من مامانش میگه چه بچه‌ای با ادبی، چه تعارف میکنین، چه بعد رفیق ما نمیگه فوقا بخورین خونه خودتونه. میگه نه مامانش یه روز و نیم موند پیش ما، بعدش اومد با اینکه ما تنها باشیم. بچه ها رو بساط قلیون و اینا رو گذاشتن دمیدر قایم کردن مادره بره آتیش کنن. بعد
هیچی آقا. این مامانش بنده خدا برای ما تقریبا یه روز نیم هم غذا درست کرد، گذاشته بود مثلا 2-3 وعده رو دیگه هم گذاشته بود، یکی 2 تا وعده هم دیگه قرار بود خودمون درست کنیم. هیچی آقا. این مامانش مثلا ساعت 11:30 فرداش اومد لب جاده که ماشین بگیره برگرده. بنده خدا در خونه رو گانگستر بود، گانگستر اشتباه تابلوشو براتون دوباره میخونم. هیچ آقا مامانش هنوز در رو جفت نکرده، بچه ها ریختن رو قابلمه نهار. بخور اصلا قاشق بزن، ترشی رو بیار، اصل رو چیز کن، نهار رو تو 10 دقیقه بنده خدا فکر نکنه اصلا از خونه دور شد، ممکن بود یهو برگرده. گانکسر تلفظی سخت. هوا داره پاییزی میشه. هیچی آقا. ساعت 12 نشده نهار رو خوردیم، ساعت 4 وعده شام رو خوردیم. بنده خدایی میگم سفره رو جمع کنیم. نه به ما چه، خونه خودته. شب مثلا لابیشک میخواد بندازیم، میگه لابیشک بیار خونه خودت، خونه تو. بعد صبح میخواد جمع کنیم، میگه خونه خودت. بچه‌ها حتی به پیاز، ترشی و عسل و اینا هیچ چی رحم نکردن، این همه چی رو خوردن. حالا نه نخورده باشن، بیشتر روی مسخره بازی ولی میخوردن. هیچی. بنده خدا با ما شو داریم میاییم وسایل کامل دوباره بیارین، هیچی اینجا نمونده. بعد اون دیگه حتی تعارف هم نزد که ببینین خونه ما. یه دونه اسب داشتم، اسب پایین بسته بودن، نزدیک رودخونه بود. بنده خدا رو مجبور کردیم بریم اسب رو بیاره. بچه‌ها گفتن نه می‌خوایم سوار اسب شیم. رفت از اون پایین اسب رو گرفت تو بارون نه می بود، خورده بارون ریز. چطور برداشت آورد تو جاده زین کرد سوار شیم. بچه‌ها گفتن نه سوار نمیشیم. هرچی میگه آقا خودتون کنید، نه ما سوار نمیشیم. این جاده رو هر موقع دارم میرم یاد خاطرات اون 3-4 روز میفتم. واقعا ما 3-4 روز تو زندگیمون انقدر نخندیده بودیم. دوستمون الان دندون پزشک کردن. بالا لطم. بوی پاییز میاد، یعنی برگام میاد تو صورت آدم. هنوز باز شروع نشده قشنگا. دو طرف درخت خوشگل و زیبا. دوستان حالا توصیه دوستان است زیاد به ماشین جلویی اگه غریبه است مسافره زیاد بهش نزدیک نشین. سربالایی ها ما رفته بودیم حلیمه جان رودبار، بعد ما داشتیم برمیگشتیم. موقعی اومدم تو لاین اومدم یه ماشینی بود 206 بود، 206 سربالایی گیر کرد، بعد هول شد. ماشین ما اینجوریه خاموش کنی دیگه ترمزت کار نمیکنه، یه هول میشی تا دستی رو بکشی نیم متری جابجا میشی، یا مثلا ممکنه هولش اصلا یاد بره دستی بشی، خود تجربه کم بشه باشه. هیچی دندقه اومد زد به چراغ. این لگزوس عقب بود، لگزوس بود یا آزرا بود، فکر کنم آزرا بود. یه چیز زد چراغ آزرا رو شکن دیگه. مردم گفت زنگ بزن چیز بیاد، مأمور بیاد. چراغ منو شکن دیگه. اگه ول میکرد
خلاصه بهتون بگم خودتون یه خورده فاصله بگیرید، یه قدرت مانوری به جلویا بدید خودشو جمع کنه. بعضی موقع به ناخواسته ماشین جلویی نزدیک میشه ولی کلا اشتباهه. تجربه گواهینامه گرفتن یه جوره که الان خدا رو شکر کیلویی گرمی و پولی و همه چی هست، کارتی و نمونه سالات و اینا، هر راه جانبی که تجربه رانندگی داشته باشی هم یه چیز دیگه است. هر بارش، هر روزش، ماشاءالله ما هر روزش یه تجربه است. یه شما شهر و منطقه رو با منطقه دیگه مقایسه نکنید، یهو دیدی داستان عوض شد. یه خانم‌های زحمتکش بنده خدا اینا محصولات محلی و اینا صنایع دستی هست، اینجا هم پیازکشه. اقامتگاه پناه اینجا تقریبا دیگه جنگل شروع میشه. میبینید باید جنگل بود ولی جنگلی که جز منابع طبیعی و منطقه حفاظت شده باشه پارک جنگلی. میبینید جاده شلوغه، براتون موقع برگشت فیلم بگیرم. قول محل سبقت گاو آبرو اینجوری بود، گفت سبقت ممنوع گاو اینجوری. حالا چی ببین ویورره نری معمولی. چون داداشا فندا هم میفروشن. داداشی رسوا کردی یا یه جوکی خونده بودم میگفت الان دیدین کسی کلشو از سانتافه چیز لگزوس و اینا همش این ماشین چینی ها. الان یه دونه حضرت جلوی ماست، حضرت لنگروز، کسی کلش بیرون زدید. پویسر اون دوستا ماشین چینی من تو آینه میبینم کلشون بیرون. آروم برین خوبه ولی خطرناک. اینم پیازکش. خدایش تا اینجا نگاه کردین یه دونه قلب سبزی یا یه قلب آبی بذاریم. ما یه قوت قلب بگیریم بریم جلو نزدیم. ما بهش شما میاییم. من باتری گوپروم 3 تا باتری دارم که حالا یکیش باد کرده گیر میکنه، بعضی اوقات مجبورم 1-2 تا دیگه باتری بگیرم. الان تو این استاد دیدم قیمت داده باتری خوب 2,900. حالا بس منت نیست، منظور که هزینه میکنیم زحمت میکشیم. الان همین ولاگ حداقلش 40 دقیقه باید بشه، حداقلش ها تقریبا 10 15 20 گیگ میشه. برای شما میذاریم. من دیگه برای ما کار خاصی بکنین کامنتی لایکی نگاه کنین. اگه خوشتون هم نیامد دوره 1 و 3 1 و 4 بذارین با کیفیت کم، بذار خودش پلیشه.
ولی باز اینجا یه سدیه، سد میجران. من تو ولاگ این چیز اشتباهی گفتم سد، حواسم نبود، بعدش دیگه نمیتونم اصلاح کنم. بیا تو دهنه ما نزدیکو بزنه ما. سد میجران توی چیزه، اینجا عوارض میگیره، یعنی شما اینقدر جاده رو میرسن، شما عوارض ندی اصلا چرخ اقتصاد نمیگیره. یکی از اون ماشین چینی ها بود، گفتم کلهشون بیرونه. این کله بیرون نیست دیگه، از ناف به بالا هم بیرونه. نکنی، خطرناک. گاو رانی میکنم. تا کن رو جاده تنگ، باشش هم گاو، خودش هم گاو. خودت گل، پیرنت گل. بدم هنگه شنم کیه خونده خودت گاو پاشت گاو. اینجا تونل جنگلی ها تقریبا شروع شد. اینجا مه میگیره اکثرا بعد از دورا. پایین شما باید ببینید چقدر زیباست. ما این کامیون رو باید رد کنید، ولی خب یه جای خوب باید رد کنید، یعنی مخ ما که تیلیت میشید چون شنم میریزه. تعطیل دیگه نبود این کامیون بیاد تو این جاده، هم خطرناکه، مطمئن پلاگراست. بچه کوچیک بود، اوه 3-4 ساله بود اصلا. بود در ماشین آویزون شده بود. ما که رفتیم نگران آبوی. اینجا عربا خیلی میان، مخصوصا مرما، چون قبلا اینجوری بود. خود ایرانی ها میرن، اما شهریور کم میان ها، ولی مرما خیلی میان چون میدونن ایرانی ها نمیان. برای تورای عربی عاشق این جاده. بعد جالبتر میدونی چیه؟ من مثلا 3000 چای خوردم 15000 تومان یارو گرفت، چای آتیشی.
همینو من جاده عباس‌آباد خودم 40,000 تومان چای، لیوان چای شیشه‌ای بدون هیچ سرویس خاصی، یه لیوان چای. حالا اینجا رو هم براتون قیمت میگیرم، برام گرون نیست. من جوارده هم خوردم 10-15 تومن، مال 20 تومن یه لاغه. 40 تومن خودش بی‌انصافیه. یه کاری میکنید مثلا مردم یارو با فلاکس خودش میاد دیگه، یا مثلا غذاش خودش میاره. نامردی، بی‌معرفتیه. چای دیگه چیه؟ مثلا حالا ما نگفتیم میگم مجانی بده، بحال داری کار میکنه. 40,000 تومن یه لیوان چای هم دیگه. ایران خودرو هم چیز دیگه میگیره. اصلا نگاه نکردم. خدایی خودتون بگین، نظرسنجی همین کامنت رو الان بذار. این جاده قشنگ‌تره یا جوارده؟ هر دوشون قشنگ هستن، حالا بحث قشنگ‌تره. نگاه کنید جاده باد حرف میزنه، چه میزنه، حالا چی میگه چه. نگاه کنید. باز دوباره تاکید میکنم، خواهشاً مخصوصا روزهای تعطیل آروم برین. بچه کوچیک عقلش نمیرسه، یهو میپره میاد، هم خودتون رو گرفتار میکنین هم بچه هست دیگه. این نگاه کنین، پیچو نگاه کنین. واقعا موقع برگشت من دوربین بالا میکارم، از صحبت‌های من محروم میشین، ولی یه خورده تصویر قشنگ‌تره. شیشه رو شستم ولی براتون چی کنم. ترسیدم. پس یارو ماشین تعریف میکنه میگه چاسی. همه دیلایت روشن کردن با دیلایت چاسی. آش داغ نان داغ. آقا از من کشاورز حمایت کن آقا، من براتون ولاگ میذارم آقا. یه دونه بادام زمینی کرانچ شکلاتی به همراه یک بادام زمینی 70% شکلاتی به همراه یک بسته بادام روکشدار و یک بسته چایی رایگان لاهیجان، همه با هم 490 تومان. هر لایک شما یک حمایت از من کشاورز آقا. شیمی جان رو ببینم. آقا رو دیدیم فکر کنم تو اینستاگرام اگه باشی، مال بوجاقه. از این چیزای گیلان، فروشگاه گیلان عداشو در میارن، خودش هم یه کاری میذاره بادم با جنبه. خیلی باحال میگه آقا. همه کامنت میدونم رسوا کردی آقا، تو اکسپلور رو ما نیا آقا. اوه 16 ایران 16. اوه یعنی من رفتم گفتم اشک منو داره بردن، اشک خیلی بد میرونن جلوی رشتی جلوی لون بود بنظر لون. مجتمع پذیرایی کوهسار دالخانی. آینه داره آقا، آشغال میریزه آقا، مسافره آقا، آشغال نریز. این زیرپایی طرف شاگرد من نگاه کنید میره سطل آشغاله، من میریزن چند مدت. نگاه کنار جاده رو خداییش نگاه. یه عکس دیروز نشون دادن، یعنی این گچ چیزشو باز کرد کنار ساحل انداخته و چاف بود.
نوشته بود که انشالله پا دوباره بشکنه. گرچه پاتون باز که ریختید ساحل. طبیعت لذت ببریم. من یکم سکوت میکنم. اون سرده. سردم نیست. ما سرماییم. خنک. ولی چیز خنک. همه مسافرن آقا. 78 90 21 آقا. این چه؟ یه شطرات دیگیم آقا. خبره آقا. سر ما رفت. اینجا دارن جوج میزنن آقا. گوشت گرون شده. کیلو 800,000 تومان آقا. مرغ هم شده کیلو 130,000 تومان. آدم سبزی میبینه حالا چه خرکیف میشه. خرتی تاپ دارم. این خاطراتم و خونه مرور میکنم براتون تعریف کنم. میون پشت فرم میشم یادم میره. اعصابم خراب میشه. چه خاطره یادم نمیاد. فقط خودم کنترل میکنم فوش بد ندم بین اون. این یه دونه جوکه هم بود میگم نوشته بود که چیز با همه دعوا دارم پشت فرمون فوش میدم بیرون صلح طلب و دلم برای همه میشه. گسترش انسانیت و برابری. آتیش جنگل روشن کرده آقا. چشمی داره اینجا آقا. برگشتن یه چایی بشین عمو بلالی بخوریم. چای خوردیم برم کردیم. بیمارستان فقط چای پیدا میشه. اینجا گیر میکنی آقا. سبقت نگیر اولا. این چه خطرناک. جادهش خوبه خداییش میگم. به نسبت جوارده جاده خیلی خوبه. البته جوارده هم دوستان گفتن رو کش کردم مثل اینکه یه ماه پیش. ولاگ من اگه ببینین که جاده داغون بود. اصلا افتضاح بود. مال خرداد ما بود. دقیقاً یه روز یا روز حمله اسرائیل بود. بنزین هم پیدا نمیشه. درخت شکسته رو دیدم. یاد چی افتادم دیشب لایجان مثل که دیروز خیابون انقلاب ما درخت پوسیده بود میفته روی دونه 206 بود کویک بود. خدا شکر مرد سالم بود. فیلمش هم بود مداربسته مغازه جلو روی دید گرفته بود. هرچی چی داشت همه رو با هم استفاده کردیم. چی میگن؟ خوبی به ذهنم نمیاد. شانس. اینجا ترنگ آقا. سر پیس من نگیره. زبان ممو داره.
خوبی میاد، نمیدونم عطر چیه، شاید حتی جنگل، ولی باله. فکر کنم این چی دارم براتون فیلم میگیرم کیف کنم. آسیاب بادی خیلی شروع آقا خونه که چهره زخ کرده شو معلوم. یه جایی میرسه دیگه جنگل نیست، یه طرف دره. بهتون میگم 16 بد را میره، شما میگین نه بیا. مثلا جلوی ما چیکار کردی؟ اومدی جلو، بیام جلو. اینجا یه سری مقبره هستن، اینا رو اعدام کردن. 20 خورده نه زمان شاه اینا با بشه، اینجا دفنشون کردن دیگه. من میدونم نوشته اونجا درخت افتاده. خودتون شاهدین، فوش نمیدونم. یه بوله نمیم جاده چقدر باید قشنگ باشه، چقدر سرسبز باشه، هوا چقدر عالی باشه، آروم بری از هوا و جاده لذت ببری، نه دنبال خطر بری. اینجا چرا شروع چشمه داره فکر کنم. این بابا میرفتین 2003 چیزه بده. دغدغه بابا این که یه جا بری توش دستشویی بخوری. بعد این عکس نشون داره بابای میخوابه انجا، کاری که بابا میکنه. چرا دیگه بارونه این کار. از اونجا که ما عاشق بارونیم میریم تو بارون. چون بارم زده یعنی علکی مثلا ماشین کجا بود؟
رسیده گفتیم حالا خوشم که دادیم نمیتونه از ثروت بگیریم حداقل تو گاز بده 40 تومن 30 تومن یه 30 تا کافر نیست دیگه برو دیگه داریم میریم تو مه لباساتون رو بپوشین قرار کیف کنیم مه یا شیشه کسی من احساس کنم مه آجی نیفتیم دمپایی بشیده سر خورده بوده گاوا امتال بیشتر هم آمدن یه لاغ خدا کیف بیشتر کردیم تفریحاتشون هیجان انگیزتر بود چه خطرناک جمع کردن دارم میرم بخور و بدو ساعت 12:32 صدای مرد دالخانی زیبا و جذاب میشنوید بهتون گفتم این جاده خیلی طولانیه ما تو آخرش که نمیتونیم بریم من حجمم محدوده باتری محدوده باتری که محدود نیست برد الان زدم شاید داریم شد به جونم مه اوه اوه زبان محلی الان رامسر رو نمیدونم ولی شرق گیلان رودسر میگن ترمی به میگن ترمی اصولشونی چراغتو روشن کنی هوای 21 شهریور ماه 1404 بلاگ از چیز گذاشتم براتون خلخال به پونل گیلان اون بلاگشو ببینید خب چیز رانندگی هست پلیلیست رانندگی هست تو پلیلیست رضوان شهر هم هست سرچ هم کنیم میاد خلخال به پونل اونم همین جوریه منتها 24 مرداد ماه شما 24 مرداد فکر نکنم هیچ جاده اینقدر خنک و سرد باشه مثل همین مه ولی سرد رفتیم جاتون خوابی کباب خوردیم کیلویی قیمت کباب اینو خیلی مناسبه اون بلاگو ببینین حتما ترغیب میشین تو مرداد یا شهریور یه سفر اونجا برین و خواهشاً احتیاط کنین از جاده و مسیر لذت ببرین ما تو یه جایی میریم جا برای دور زدن مناسب باشه الان جا پیش در پیچه واقعا خطرناک میبینم یاد قش میفتم رفته بودیم خدمت قش خدمت جنوب بودیم ما رو بردن قش غروب داشتیم برمیگشتیم دیدیم همجور مه هم کنده های هستن دیدیم همجور مه به مسئولمون گفتیم مسئول بچه قش بود وای مه شیشه ها رو بالا و کولر هم روشن بود مه چیه؟ مه دیگه تو میخوای ببینی چیه؟ تو شیشه رو بده پایین شیشه رو دادم پایین شرجی بود شرجی اینقدر زیاده مه میشه وقتی مثل سرما میخوری بخور میگیری یا مثلا سونا
اونا بخار میری همونجوری بود، حالت بد میشه، به مه میخوره تو صورتت، خنکه، گرم. اینجا زمستون معمولا برف میگیره، اینجا دیگه به بعد مثلا برف داره. حالا نه کل زمستون ها قراره باشه برفی هم بیاد، اینجا برف ارتفاعش بالا. گوش من گرفته، مثلا نمیشتم شاید چی میگه و یک کلمه. دوباره وارد مه شدیم، استاد آهو مثلا خانم امینا یه چیز مثلا یارو یه جایی رفته که مثلا مناسب نیست شرایطش، مثل مه جا من نافمو گم کردم، دنبال چی میگردی؟ پرایدی داشتیم ما برداشتیم روش هدلایت انداختیم. حالا یکی دو ما همکارا رو عجل میکنیم زنون بهتره یا هدلایت، این بماند دیگه. کلمه هدلایت و زنون میومد ما رو میگفتن ما هدلایت مال دوران چیز بود، جاهلیت. و هدلایت نور داره توی هوای صاف، ولی خدا نکنه هوا مه بگیری یا بارونی باشه، خصوصا تو شب جلوی ماشین هم روشن نمیکنه. هیچی بهتر از نور فابریک یا زرد نیست. خودتون این تجربه منم باشه باهاتون دنبالش نرید. ما این راه رفتیم برای چی؟ ما اولین داستانی که سر مه شد لامپا رو کندم فابریک انداختم. هیچی مهمتر جون و سلامتی آدم نیست. ببینی ماشین رو جلو تو چه خطرناک سبقت داری میدونی. من که رو نمیدونم تو ماشین جلو ماشین شغله. این بود این خسارة بومی هست. سرنگ روزبه هست توی کنترل نامحسوس که چیکار میکنی با جون خودت؟ پنچر شده راه نمیره. این جاده تا تحویلی هم قشنگه. خب ما دیگه اولین جای امنی که پیدا کنیم این درست اینجا سور باشه گیر کنیم، خود جا بهتر باشه ما سرطه میکنیم میریم بخشای جاده رو براتون بلاک میدیم. دیروزی شهر یارو چرا بوده سبقت این جای خوبی بود متاسفانه، شاید جای بعدی داره پاییز میشه. این برگات زرده، زرد که نیست، منظور داره زرد میشه.
رفتیم رودبار اون بلاگ چیز رو بگیریم، رودبار پاییزی، رفتیم گل کردیم. یه بنده خدای آفرود بود، مال بالش ما نجات بود. دوستان ما اینجا دور میزنیم، انشالله ادامه بلاگ رو هر جاده اینا. پول ندارن چراغش عوض کنم. جاتون خالی، هوا عالی. 21 هم جاده زیبا با مه. گاوای خوشگل، دو تا موتوری هم زدن به هم. از دستاشون نشد. همه وایسادن عکس بگیرن. اینجا یه تپه داره، یه آدم بیشور هم آهنگ گذاشته. جاتون خالی. من اینجا یه خاطره بد دارم. اینجا ماشینم خاموش شد، باتریش خوابید، دیگه کار نمیکرد. بدبختی من تا پایین رفتم، ترمزم درست نمیاد، دارم کردی میرفتم. رقص زیاد نداره اینجا، طبیعت رو میخوانم، اصلا بادم فرد هیچ معلوم نیست. این علاقه ها مورد علاقه گاو هست. منظره زیبا. دوربین بالا نمیشه گذاشت، مه میگیره همه شیشه بود. یه خورده پایین هوا بهتر شد، من دوربین بالا براتون میکارم. خود بکنید، از لاتی خود بکنید. این مسئله حاجی اجازه میده فیلم بگیریم.
فضای
سیب محلی، آویشن، گلپر. این چی چای کوییه؟ چای کویی هم چای ترشی دستی لواشک. سلام قلیون همه چی که داره بلال آش رشته چه آش دوغه 73.90. این هم چای آتیشی جای شما خواهده جو میگه آنتنی جاتون خواهی بوغش سر زوره؟ نه؟ دوستان عربستان چایی جاتون خالی چای خالی سنکالی گرفتیم این ویدیو رو نیاد جاتون خالی خوب ببینید چه خبر. یه ترک چشم حسود آدم باید خرش کنه دیگه بذاره وارث کی بخوره.
قشنگ از شهر زیبای آمسر ببینید. دریا و جنگل. جاتون خالی. امیدوارم که لذت ببرید.